قده تیروئید به سوئدی خولدشرتل یا که تیروئیدیا هم گفته میشه، یک قده پروانه شکل که در قسمت جلوی گلو قرار داره و کارش تنظیم سوخت و ساز یا همون متابولیسم بدنه که به سوئدی میگیم امنسomsättning. وقتی که تیروئید به درستی عمل نمیکنه میتونه پرکار باشه یا کمکار. کمکار بودن قده تیروئید در بین انسان ها شایع تره که به سوئدی میگیم هیپوتیریوس. هیپو به معنای کمه و این به این معناست که قده تیروئید به اندازه کافی هورمون تولید نمیکنه و بدین ترتیب سوخت و ساز بدن آهسته تر پیش میره. علائم: خستگی، کاهش اشتها، یبوست، احساس سرما بیشتر در دست و پا. تیروئید پرکار هیپرتیریوس، هیپر به معنای زیاده و علائمش بیشتر وقتا برعکس تیروئید کمکاره: کاهش وزن، افزایش اشتها، احساس گرما کردن و اسهال. سریع‌ترین راه تشخیص یک تیروئید سالم از طریق یک آزمایش خونه.